سلام برابر چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. من مستر بوک زدم. این ویدیو قراره بریم سرور اروپا بگردیم. زیاد چیزی هم ندارم و یه فیلتر یه چیزی بهتون معرفی کنم که بیایید سرور تایوان یا همون اروپا فرقی نداره. همین ایونتاشو بررسی کنیم. خب این رو داخلش اینا شده. چقدر ویدیو آپلود کردم یا گیرم اومد. خب بعدی نه خب هیچی. مپ اینا مال گیمه و اینم چینی نوشته. منظرم اینجا 13 تا آره یه دونه گیم بزنید 10 تا از اینا، 3 تا این، 5 تا این، 7 تا این، 10 تا هم این، 13 تا این که من الان 12 تا رفتم، 15 تا بشه این، 17 این و 20 تا هم این ست دانلود ندارم. این ایونتش هم چی میگه این اصلا دیگه نمیدونم. از اینا بهتون میده 4 تا. این نتوانیم این چه ایمیل و این کد چیزا بابزنیم بهتون 1000 تا سکه بده. این که هیچی. اینم یه دنس بسیار جذاب جذاب زود گیرتون میاد. اینم مأموریت با تکمیلش کنید. اینجا هم باید از اینا داخل سرور خودمون هم هست. اینجا معامله کنید با این آدم ها. این هم داخل سرور خودمون هست. اینو نیست، حتی اینم نیست، اینم نیست، اینم برای این معامله هاش هیچ کدومشون چیزی نیست. اینجا بیایم گردونه هاش بهتون نشون بدیم. هر گردونه اینجا هست به زودی قرار وارد سرور خودمون هم بشه. لاکی رویال که این MP اینکوباتوره. نمیدونم چندم گردونه است. اینم فاماس نقاشی. اینجا اینم داخل سرور خودمون باز هستش. کمراش اسمی رو نمیدیم چی میده. هیچی نداره. بیایم بعدی این ست برزیلیه. من چکلن برای این اسپین نمیزنم ولی حالا 9 تا با 9 زمین که اسپین میزنه که یا اینه یا اینه. همشون خوبه واقعا. این هم یه ست دیگه است که اومده که 3 تا سنگیرتون بیاد. این ست جزا با این شمشیر کاتانا گیرتون میاد. رفتم بیرون و اینجا هم گردونه دیگه است که این هم 9 تا میخواد. داخل همشون کارت تغییر اسم و دنس و از اینا هست. این هم لاکی رویال. چند تا لاکی رویال دارم بچه. این داخل سرور خودمون رایگان اومده بود. من یادم رفت گیرمش کلن. نگاه کن 10 تا جم میزنی 100 دقیقه یه پیرانشو بهت میده که مهم نیست بیارزش یا آبیه. روی 3 تا کانت اضافه میکنه. 150 اسپین بزنید تا یکی از این دوتا رو بهت بده. تا این دانلود بشه بریم اینو بهتون نشون بدم. اینم ایدی لولیه که اصلا برای ما باجه. اصلا پشمان. اینم 9 اسپینه اولیش. اینم چو زدم خودم قبلا. این دیگه خداره. این ست کله بیتوکی و این دبل ویکتورا که 2 خط نفوذ به وست داره، 2 خط رنج، 2 خط دمیج، 2 خط دقت و 1 خط رید. این اعظمش بهتره. این بالایی هست. اون دیزارتا رو میخواستم نشون بدم. اینا من یادم رفت بگیرم. خیلی خفن هستم. همیشه به خاطر ظاهرش میخواستمش. بیایم استورش ببینیم استورشی داره. این پیراهن زندانی
حتی اینجا میتونی با سکه همه چی بخری. انقدر کلاه داره همش با سکه. پیرانا او همش با سکه. و این بیجامه چه بابا، این اسمش نمیدونم، اینو تا بخرن خیلی شبیه پولیور آبی است تقریبا. پشمام این شلوار کمیابه. Oh my god! Wow! بابا وای پشمام اصلا. و تا دارم که اصلا بریم سرور تایوان فایده نداره. اصلا میخوام همینجا ستی بزنم بخرم کامل. منم سکه هیچی ندارم، ولی کفش سفید تتو هم که نیست بخوای با سکه بخری. این کلاه هم بخوام بذارم یه این کلاه دستان این هم دانلود کن تا این ست من دانلود کند. دیگه چی هست؟ رایگان، کیف رایگان، هزینه رایگان، چتر رایگان، ماشین رایگان، آواتار. اصلا بس اون پولایی که ما اصلا هیچ کاری نمیتونیم باشیم کنیم داخل سرور خودمون، اینجا میتونی باش گان بخری، هر چیزی داشته باشی میتونی بخری. یه خیفش نداره. تمام کاراکتر 10,000 تا. یه سرور دیگه هم بود پتاش با 10,000 سکه میشد، اسم چیزش یادم رفت سرورش. اینجا هم با مزیک شد چیزایی میشه خرید. اسنایپ و شخصا این اسنایپ، این پشمون با چقدر چیز میز داره. این پشمون این قدیمیه. این هم پیچک تخماقی است. هم ده آتشی. پشمام حاجی ستا کوسه. این خیلی قدیمه، یادم رفت اسمش چی بود. حتی یه ست کمیابم اینجاش بود. اینم قشنگه. اینجا چی داره؟ اینجا چیز خوب موت نداره بخریم. کامل بیاییم پایین. حتی لود نمیشه، نتم ضعیفه. اینجا هم از اینا هست. اینم که هیچی. حتی خدای کلن نمیخواستم این ویدیو رو ادامه بدم، ولی اینجا میبینیم خیلی چیزای خفنی داره. کلن میخوام کامل ادامه شده منی چند قسمت بیایم کلی سکه و این چیزا جمع کنیم، بیایم کل استورش جمع کنیم. با چرا ست زمینه رو دانلود میکنیم؟ بچه ها اینم از ست من. وای اصلا نمیدونم بوج خورده، نمیدونم چه شد دلقش. با این پیرانه هم در دانلود میشم ست کنیم میبینیم چجوری میشه. اصلا بچه فایده نداره. بچه کارت تغییر اسمی هم میتونم براش جور کنم، اسم تغییر بدم. پروفایلش خوبه، شیر خورشید داره. اصلا صورت نت ایران عالیه. اینو چرا دانلود کرد؟ حتی این ستمون قرار یه ست اینجوری بزنیم. حتی این کلاه به نظرم باید کمیاب باشه. پیراهن هستم. بچه دیگه کجا باید نگاه این چیز بکنیم؟
وردپرسشون هم شبیه خودمونه. ایونت هم نیومده انگاری. اینا که هیچی. این چیه؟ اگه $1 بدید 100 تا جم بهتون میده. یکی از این دنسا، یکی از این دنسا، کم از این دنسا. این اولمون کنم ببینیم لیول آپ پس چه هیچی هفتگی اینا. خب بچه این ویدیو ادامه داره، یعنی الان تموم شد، یعنی چند تا قسمت دیگه درست میکنیم، میایم روش هم پلی میدیم، کلی گانمان میگیریم. دیگه منتظر قسمت های بعد باشید و خداحافظ.